سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و بینندگان عزیز برنامه صبح پارسی. امیدوارم که طبق معمول خوب و سلامت و شاد باشید. خب همانطور که در گفتگوهای پیشین خدمتتون عرض کردم، گویش شیراز بسیار بسیار کهن هست و از ساختار کهنی برخورداره. واژه‌هایی که توسط شیرازی ها به کار برده میشن، برخی از آنها آنقدر کهن هستند که بسیار با زبان دوران باستان پهلو میزنند. اما با توجه به اینکه زبان پدیده پویاست و پیوسته در حال ساده شدن هست، شاید واژگانی که بیشترین مقاومت رو در برابر تغییرات و تحولات دگرگونی زبان انجام میدن جاینام ها و نام مکان ها هستند که امروز میخوام چند تا از این جاینام ها و نام مکان ها رو با هم به بررسی بنشینیم تا ببینید چقدر این ساختار کهن گویش شیرازی پیشینه داره و کهن بوده و چگونه حفظ شده و به ما رسیده. نام یکی از کوههای مهم شیراز در سمت غرب شیراز کوه دراک است. این کوه که توسط ورزشکاران و کوهنوردان این روزها مورد استفاده قرار میگیره، نام خودش رو در اصل از دره‌ای گرفته که در این کوه جریان داره و آب رو از کوهستان به درون شهر میاره. در اصل واژه درک در زبان ساسانی هست که به صورت دراک در گویش شیرازی همچنان حفظ شده و به ما رسیده. یا نام منطقه‌ای در بخش جنوبی شیراز با نام تل پروست آشنا هستیم. این واژه از مصدر پروستن فارسی میانه به معنی حصار و دیوار آمده است که دقیقاً این واژه ساختار کهنش رو همچنان، یعنی ساختار فارسی میانه خودش رو همچنان حفظ کرده است. یا نام مکانی به نام قلات رو که در قسمت شمالی شیراز میشناسیم و امروزه دیگه تقریباً یک زمانی بیرون از شیراز بوده، به خود شیراز پیوسته، از صورت کهن واژه فارسی میانه کلات به معنی قلعه است. به طور کلی جاینام ها مقاومت زیادی در برابر تحولات زبان از خودشون نشان میدن و این امر بسیار خوبه و امیدواریم که کسانی که در نامگذاری خیابان‌ها و کوچه‌های شهر شیراز هم حتی دستی دارند این مسئله رو رعایت بکنن و به سادگی نام‌های کهن این شهر رو تغییر ندن و تا اینکه ما بیگانه نشیم با واژگان بسیار کهنی که از نیاکانمون به جا مانده بود. امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشید.